بچه آمدم ویدیو خر شدی و بگیرم یعنی چه؟ یعنی تو کالاف خر شدی با کی؟ حسینه 3 ساله نه 3 ساله نه چه 3 ساله بچه میتونی حرف بزنی. خب من با ویدیو حسین 3 ساله که حالا زیاد فرق نرم 10 سالمه این امینه من اصلا لیبلم نو نیست. خب لیبلم هم نو نشد یعنی خودمو کشتم. خب این یکی دی اکانته. خب حالا اکانت گوگل هم نیست یکی شکل میکنم رو نصبش میکنم اکانت هم برنگرده برنگش ببینم. خب من باید بختم اسنایپر گرفته بودم. اسنایپر داون خب حالا بذارید برم چه نمیبرد داره. سلام عمو میشه منو کیک نکنی؟ عمو منو میشه کیک نکنی؟ میشه منو کیک نکنی؟ من باید یه مپ دیگه میذارم بعد یه مپ دیگه میذارم من واسه نه حالا این مپو گذاشتم کردم بزن بشه پشمو کیکم نکرد. من با اسنایپ که خوب میذارم پشماش میریزه. این خوبی رو نی چه این خودشه اگرم اکانت به چخ رفت. عمو جون من اقا میتونم با اسنایپ بزنم که خود تو واسه نمیدونم بهت قول میدم. آجی به نظر پروپلیر میاد نه؟ اینا اصلا کیر منم نیست. داشت حالا یاد بنام خطرناک شده. من خودم یکی دیگه اکانت داشتم لیبلم 94 بود. هر دوتایشون زدم همون کیف کردی؟ دارم میگم اینا کیرم هم نیست. آره داشت حالا سعی کن با نایف نکنی هر که نایف کردن نایف کن دیگه قانون رو رعایت نکردن رایت بار دادی. من هستم نگه نباش دارم میام به جان خودم من پروپلیرم. من خودم لولم 94 با نایف زدن. من اومدم یه اکانت دیگه ساختم که لولم 94 بود تو اون یکی اکانتم. کالافو مجبور شدم پاک کنم یه بار دیگه نصب کنم. یه اکانت دیگه ساختم اکانتم پرید. ولی الان پروپلیری آره من اسنایپرم داداش ویدیو من تیر زدم اسنای همه این شد حواست باشه زدمش. مرسی من باید اسکوپ تکتیرمو سریع کنم. قبلا میتونی نارنجک باشه اکانتم زدمش. میتونی از نارنجک استفاده کنی اشکال نداره نارنجک آزاده. من الان میام یک چوز دیدم اونجا. من واقعا اسنایپم خرابه باید درستش بکنم. ببین قبلا یه اکانت داشتم لیولش 94 بود. خب یهویی داداشم گفت که پابجی بیریزی کلافو پاک کن. من کلافو پاک کردم اکانتم پرید و دیگه این اکانت رو درست کردم. من الان توی
یه هفته من تو یه هفته دیگه لبنان میارم دوره 94 بابا اصلا واسه من نیست لیول تنها هم خوبه البته اینه برای اسنایپر یه عکس یه ساعت اونو بردار خیلی سریع میکنه من میدونم چطور باید اسنایپرمو سریع کنم چون تو اکانت قبلی یه دوست داشتم که اون رو یاد باید اسنایپر یکیشون رو بردارم حالا خواهد میتونی اسنایپر منو یه کپی ازش بگیر بعدم نمیخواد بابا داشت من یوتیوبرم البته دارم ویدیو میگیرم اشکالی نداره نه بابا اشکال نداره میتونم تبلیغ کانال خودم من بکنم آره هرچی دوست داری هر کاری دوست داری انجام بده بس کانال هم ایشونو دنبال کنید هم کانال من اهورا گیم هستم هم تو اینستاگرام هم آپارات هم روبیکای فعالیت دارم ویدیوهای گیم میذارم و همینطور آموزش بسکتبال حالا هم زیاد میکنم خب اسم کانال تو گفتی همه چی خوب بود این ویدیو میره تو یوتیوب این ویدیو میره تو یوتیوب نگران نباش حتما همه حمایت میکنن انشالله اگر بری تو کار یوتیوب 1 میلیونی بشی کانالت بهتر از همه یوتیوبرها بشه البته امیر تتلو 6 میلیون سابسکرایبر داره و با چند تا دیگه بیشتر از فقط موندن چرا خارجی بیشتر ولی خب معلومه تو هم پروفیل یا چند تا ساب داری من 17 ساب خوبه نه الان تو آپارات 43 تا ولی خب شاید باور نشه ولی تازه کارمو شروع نکردم یعنی که بعد از مدت 43 تا چون فعالیت جدی نداشتم الان فعالیت جدی شده پشت هم میدونی آره ببین الان تابستونه میتونی فعالیت زیاد بکنی آره ولی قدیم من فعالیت زیاد نمیکردم الان میام بکت اومدم کمکت اصلاح من اسنایپم اصلا سری نیست چون تو اکانت قبلیم اسنایپم اقدر سری بود که میزدم تک و پاره میکردم اگر اکانت قبلیم بود الان همین دوتا رو 0 میگفتم یعنی اونقدر این اسنایپم بود اتفاقا یه ویدیو گرفتم درست داشتم آپلودش میکردم همون لحظه نتم تماش پایپا روشن کردم آجی اکانت یاد خودم هم افتادم ببین کارتو ادامه بده به این فکر نکن که هیچ جهت دنبال داری من اوایل به این فکر کردم گیر کردم ولی الان که فکر نمیکنم که دنبال گرفتم همیشه به جاهای بالا فکر کن من میدونم اصلا به فکر منفی فکر نکن اگر فکر کنی همون اتفاق واسه میفته مثلا من الان میگم که من یوتیوبر خوبی نمیشم اینا ولی توی آینده همین ترکی میشه ولی اگر بگم من میتونم و فعالیت خوبی انجام میدم و یوتیوبر خوبی میشم این واقعا در واقعیت وجود داره دست بعد بهشون بگو تک و پارن دست بعد به این 2 نفر حالا دست بعد حتما بگو دست بعد چی بگم؟ صدات قطع وصل میشه درسته میگم ولی تقم نگذاریم قوی هنو به جان خودم اسنایپشون قوی من خودش به هیچ گویی نبودم آره منم اسنایپم قوی بود الان اونا 17 بودم من و تو 33 واسه من یه دست با اسنایپ تو بزنم اسنایپ واقعا زیاد قوی نیست باید حتما ارتقاد بدی ارتقاد میدم برای من اصلا برای من یه دفعه بذار کجا اومد آخه
سایکوپارم. به جان خودمون اینا چیترن. من از همین آقا من از همین الان فهمیدم اینا چیترن. میدونی چرا؟ یکیتون ببین چه میگذاره آقا تو کالاف زیاد نیستن، تو پابجی چیتر زیاده. توی کالاف زیاد چیترن. تو پابجی موبایل 17.5% چیترن. همون دارم. ولی تو کالاف 34% چیترن. وینی ما رو چکر میزنن. داش گفته باشم کیکم نکن که اینا رو چکوپاره کنم. کیکم نکن من اینو چکوپاره میکنم. خب فقط بذار خداش یه لحظه سب کن یه نفر دیگه هم به جمعمون بذار این دفعه 3-3 باشیم. یه هلوش بایسته 3 نفر دیگه به جمعمون اضافه شدن بریم. اوه من ازشم میرید تو جمع بهت میگن اینجا لاس وگاس میتونیم اسپانسر شد. داداش میدونی من چه اسکولو گرفتم؟ نه نگرفتمش دیدم قرص میگم یه ذره صدات بده. داداش این اسنایپر دیدی لجنده که این اسنایپر دیدی لجنده اقا خفنه. میدونین رو دعوت کنین و هر کی از شما آنلاین رو بیارین تو جمع. اسم اکانتت هم میگیرم بعدش میذارم تو چنل. اسم اکانت خودم میذارم. کار ناردی کن که نفر بعدی ما سریع بری. میگم یکی بره پایین من کار 9 تا میری پایین. نه میگم 9. اوکی یکی بیاد بالا یکی بیاد. بله بزن بریم. بابا چرا یکی من رفت؟ من هیچ که من میرم پایین الان شما اتمنده من قبول کن. اتمنده منو بزن بریم اتمنده منو قبول کن. یا واقعا با کس خوبی آشنا شدم تا یه ویدیو بعدی میبینمتون. گود بای.